تکفیر بعضی از علمای شیعه توسط آیت الله قزوینی. گفتیم آقا اگر کسی به عایشه نسبت فحشا بدهد توهینی به شخص پیغمبره و این خودش ارتداد آوره. یعنی کسی به ناموس پیغمبر نسبت زنا بدهد به پیغمبر توهین کرده، خود همین ارتداد آوره. بله جناب آیت الله، شما کاملا درست فرمودید. هر کسی به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نسبت فحشا بدهد مرتد است. حال به بعضی از مراجع شیعه سر میزنیم تا ببینیم که عده‌ای از علمای رافضی مرتکب چه توهین‌ها و زبان درازی‌هایی نسبت به ناموس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدند. 1. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر القمی جلد 2 صفحه 377 ضمن تفسیر آیه 10 سوره تحریم چنین میگوید: والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلانه فيما اتت في طريق وكان فلان يحبها. قسم به خدا مراد الله متعال از فخانتاهما جز فاحشه چیزی نیست و مهدی که بیاید حد را بر فلانه یعنی عایشه اجرا می کند، به خاطر آنچه که در راه یعنی راه بصره مرتکب شده بود و فلان یعنی طلحه عایشه را دوست داشت. 2. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 555 به دروغ از ابو جعفر باقر روایت می کند که زراره در مورد ازدواج و خیانت زنان و ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها و آیه سوره تحریم از ایشان پرسید. در جواب فرمودند: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل فخانتاهما ما يعني بذلك الا الفاحشه. نظر تو در مورد خیانتی که در فرموده الله عزوجل آمده است فخانتاهما چیست؟ مراد آن جز فاحشه چیز دیگری نیست. پس طبق فتوای آیت الله قزوینی، آقای قمی صاحب تفسیر قمی و آقای کلینی صاحب اصول کافی و همکیشان آنان که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تهمت میزنند کافر و مرتد هستند. قزوینی روایت تفسیر قمی را تایید می کند. روایتی را مرحوم قمی در تفسیرش که آیت الله الماخوذی میگه تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند. قزوینی تفسیر قمی را رد می کند. اولا بر اینکه در تفسیر قمی روایتی آمده، روایت صحیح نیست، یه بحث دیگریه که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. چه توجیهی شما دارید میکنید؟ چه کار وقیحیه؟ این لکه ننگ در تاریخ شبکه شما، در تاریخ زندگی شما آقای محترم میماند. این رو مردم میشنون، حتی سنی ها وقتی این رو میشنون با تمام توان لعن بر شما میفرستن. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت.